تا حالا شده که نشسته باشی یه جا یا سر تخت دراز کشیدی و یهو دلشوره میگیری، دلت میریزه و اینجوریه که استرس میگیری، مغزت مدام فکرهای بدی برات میاره که نکنه فلانی حالش بد باشه، نکنه چون اون حرف زدم ناراحت شده باشه، از اینجور فکرها. حالا دلیل این دلشوره های الکی چی میتونه باشه؟ خب همراه هم باش تا بهت بگم. پشت صحنه این دلشوره ها اینجوریه که اون گوشه مغزت یه قده کوچولو ترسو نشسته و برای خودش میبره و میدوزه. حالا اسم این قده کوچیک چی هست؟ این قده ترسو اسمش آمیگدالا هست و کارش اینه که مراقب خطرهای اطراف باشه و مشکل این قده این هست که خیلی زیادی حساسه و ترسوه. مثلا وقتی با یه پیام سین شده روبرو میشه و میبینه طرف جواب نداده و فکر میکنه دنیا به پایان رسیده و بلافاصله دستور میده آدرنالین آزاد شه. آدرنالین هم وارد خونت میشه و میگه خب دوستان وضعیت قرمزه و اونجاست که قلبت شروع میکنه به تند زدن، شکمت میپیچه به هم، نفست هم سنگین میشه و بدنت یه جوری میشه که انگار ببر داره بهت حمله میکنه، ولی واقعیت اینه که نه ببری حمله کرده نه خطری وجود داره، فقط ذهن توئه که یه خطر خیالی رو